شاکرجان در یکی از شرکت‌های ساختمانی مسکو به حیث مهندسی برق کار می‌کند. او 12 ساله باز در پایتخت روسیه کار و فعالیت دارد. در این مدت او توانست عائله‌اش را هم به مسکو بیارد و زندگی را اینجا به راه ماند. ناوابسته به آن که در دوره کرانتین و بیکاری کارفرما به او معاشش را پیش پرداخت کرد و یک مقدار ذخیره هم داشت، خانواده او مجبور شد صرفه‌کاری کند. شاکرجان میگوید در هر صورت وضع او در این شرایط بهتر بود. اکثر دیگر مهاجران به گفته شاکرجان در این دوره با مشکلات زیاد روبرو شدند. بچه‌های دیگر در وضع بسیار بد قرار دارند. مبلغ ندارند. پول اجاره را هم پرداخته نمی‌توانند. از همدیگر قرض گرفته روزشان را می‌گذرانند. روزی هشتم به ما زنگ زده تبریک کردند و گفتند پس از 12 به کار می‌بریم. ما هم انتظاریم. این مهاجران جوان به فرق از شاکرجان در وضعیت بدی مالی قرار دارند. آنها به تعمیر و ساختمانی خانه مشغولند، به خاطری که در تاجیکستان نزدیکانشان از این حال آنها آگاه و ناراحت نشوند نام و چهره خود را نشان دادن نخواستند. محمد جان 9 روز قبل از اعلان رجای کرانتین در روسیه به مسکو برگشت. جای کاری خوب و معین هم داشت، ولی در یک لحظه وضعیت کاملا دیگر شد. وقتی از تاجیکستان برگشتم مرزها بسته شد. کرانتین اعلان کردند و جای کار ما هم بسته شد. حالا دیگر یگان جای درآمد نیست. چطور روز میگذرانید؟ پول اجاره را چطور میدهید؟ برای اجاره قرض میگیریم. جمشید 1 سال باز در مسکو کار میکند. او طبق فرمایش به تعمیر خانه ها مشغول است. کار آخرش ناتمام ماند. حالا دیگر کارفرما نقشه ادامه تعمیر خانه اش را ندارد. مهاجر جوان میگوید دیگر پول برای روزگذرانی ندارد. بنابراین جمشید و همراهانش مجبور شدند برای کمک به حامیان حقوق مراجعت کنند. خانه ها را تعمیر میکردیم. از وقت کرانتین شروع شد دیگر تمام روز در خانه هستیم. در این رمضان 2 دفعه به ما کمک کردند. کارشناسان بر این باورند که تجارت در ساحه ساختمان در روسیه در این دوره یگان ضرر جدی ندید و شرکت‌ها تجربه بیرون رفت از چنین وضع را دارند. از سوی دیگر امکان دارد شرکت‌ها برای در فرصت کوتاه به انجام رسانیدن ساختمان سرعت کار را به مراتب بیشتر به راه مانند.